ماه مبارک رمضان نزدیک موند. برادران عزیزم، تیاری همون را برای ماه مبارک رمضان داشته باشید. تیاری همون را برای ماه مبارک رمضان داشته باشید. روزه های کی قبول نمی شود؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر روزی دوشنبه و هر روزی پنجشنبه نامه های اعمال انسان ها و مؤمنان به نزد پروردگار برده می شود. فیغفر، خداوند می بخشد هر کس، همه رو، هر کسی که شرکی به خداوند نکرده باشد و توبه و ندامت کرده باشد. خداوند جل و علا می آموزد، میگه تنها کی رو اجابت نمیکند؟ نامه های نیکش رو، عمل های نیکش رو. بینه و بین اخیه شحناء، خداوند جل و علا مؤمنی که با برادرش، با خواهرش، با پدر و مادرش، با همسایه‌اش، با دوستش قهر است، خداوند جل و علا عمل‌های نیکش را قبول نمی‌کند. نه حجش را، نه نمازش را، نه روزه‌اش را، نه زکاتش را، نه روزه رمضانش را. پیش از ماه مبارک رمضان یک دیگر بخشی داشته باشید. از هر کسی قهریم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه بهترین شما کسی هست که اول آشتی میکنه. از کسانی باشید که بهترین نزد پروردگار جل و علا. شاید حق شما پایمال شده است، شاید در این بحث و در این جدال و در این خفگی حق طرف شما هست، اما پیامبرمون میگه بهترین شما نزد پروردگارمون از انسان‌های قهر کرده همون انسانی هست، نه اون که حق است یا ناحق است. همون انسان بهتر است که اول بخشش بپرسد. دلها را از کینه و کدورت، عداوت و دشمناگری پاک کنیم. وقتی اگر دل از کینه و کدورت و گناه و معصیت و فتنه ها اگر پاک نشود، محبت پروردگار جل و علا، برکت قرآن، برکت رمضان در این دل جای نمیگیرد.